کمیته دفاع از ژورنالیستان در گزارش سالانش که 4 ینوار سال 2024 نشر شد اظهار داشت که تعقیب مقامات مطبوعات مستقل را در تاجیکستان بوقی کرده است. این سازمان می نویسد در دوشنبه پایتخت تاجیکستان حتی بناهای نظرناگی را با پورتریت های بزرگ پرزیدنت امومالی رحمان زینت دادند. در شعارها و آویزه ها در سراسر کشور اقتباس ها از سخنرانی او را درج کردند. این همه بیانگر در دست امومالی رحمان که او را اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت می نامند، منسجم شدن حکومت پس از پیروزیش در جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 در پی فروپاشی اتحاد شوروی است. در 13 ساله حکمرانی او خود را همچون حاکم مطلق به نمایش گذاشت که فکر مخالف را نمیپذیرد. تلاش‌های رحمان برای در دست خود متمرکز کردن نظارت وضع، بستن دهان مخالفین سیاسی، حامیان حقوق و صداهای مستقل را در بر میگیرد. اگر 10 سال قبل محیط مطبوعات تاجیکستان تا اندازه گوناگون رنگ بود و به شرط به مطبوعات و اویله بزرگ او نرسیدن رسانه‌های محلی برخی بحث و تنقید را اجازت میداد، امروز باشد مطبوعات تاجیکستان در بدترین شرایط از زمان دوران بهرمی جنگ شهروندی قرار دارند. گفتند ژورنالیستان به نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران هنگام سفر او به تاجیکستان در پایان سال گذشته. در سالهای 2022 و 2023 یک باره ژورنالیست همچون انتقام برای فعالیت ژورنالیستیشان محکوم به سالهای طولانی زندان شدند. شورای حقوق انسان سازمان ملل متحد استفاده آشکارا از قانون‌های ضد تروریسم برای بستن صداهای منتقد در تاجیکستان را به باد انتقاد کشیده، از خبرها درباره استفاده شکنجه برای گرفتن اعتراف گناه در این کشور اظهار نگرانی کرد. یک نشانه یقین فضای ترس که در تاجیکستان حاکم شده است که بیش از 10 ژورنالیست و حامی آزادی مطبوعات و کارشناسانی که با نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران واخوردند، تنها 2 نفرش حاضر شد که با نام خود صحبت کنند. برخی خلاصه های کلیدی که نماینده کمیته دفاع از خبرنگاران از سفرش به تاجیکستان حاصل کرد چنینند: تورمور مطبوعات مستقل تاجیک تا سال 2022 در تاجیکستان ژورنالیستان را کمی اندر کم زندانی می‌کردند. یک ژورنالیست محلی به کمیته دفاع از خبرنگاران گفت برای پرزیدنت امومالی رحمان مهم بود تا بگوید که ما به ژورنالیستان نمی‌رسیم. این وضع بعد آنکه در سالهای 2022 و 2023 یک باره ژورنالیست را با حکم‌های به طور بی‌سابقه سنگین و با اتهاماتی که بسیاری‌ها آنها را همچون انتقام برای کارشان شمردند روانه زندان کردن تغییر یافت. 4 نفر آنها عبدالله غربتی، زلقبیک سیدامینی، عبدالستار پیر محمدزاده و خورشید فاضلوف از 7 تا 7.5 سال زندانی شدند. خوشام گلیم 8 سال گرفت، دلیر امومالی 10 سال و الفتخانی محمدشاه و 20 سال زندان که بسیاری‌ها این را همچون نقطه اوج چندین سال محدود کردن مطبوعات مستقل در تاجیکستان می‌شمارند. عبدالملک قادروف رهبر سازمان ژورنالیستی میدیا آلیانس تاجیکستان سال 2022 را همچون سال تورمور مطبوعات مستقل تاجیک قلمداد می‌کند. بعد منع فعالیت حزب اساسی اپوزیسیونی در سال 2015 رسانه‌های مستقل کلیدی مجبور شدند که کار خود را قطع کنند و 10 ژورنالیست ترک کشور کنند. نورالدین قربشایف میگوید قرار حکومت که چند بعد قبول شد طلب میکند تا که رسانه‌های خبری قبل از ثبت موضوع از سنجش مقامات امنیتی دولتی گذرند. به گفته قربشایف از همان زمان دیگر تقریبا یگان رسانه مستقل نو در سطح کشور ثبت نام نشده است. به گفته یک ژورنالیست تاجیک سال 2022 به شرایط بیان هم رقتباری که مطبوعات مستقل تاجیکستان قرار داشت تاثیر خرابی آور رساند. چندی از همصحبتان کمیته دفاع از خبرنگاران تعقیب ژورنالیستان را با سرکوب بهرمانه اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان در شرق تاجیکستان در ماه می و ایون سال 2022 ربط می‌دهند. در عموم به گفته همصحبتان کمیته دفاع از خبرنگاران از سال 2022 فضای ترس و سطح بیان هم بلند خود سانسوری را در بین ژورنالیستان باز هم بالاتر برد. ما نمیدونیم که اکنون نوبت کیست. سال 2022 نه فقط آنهایی را که زندانی شدند بلکه همه ما را مجبور کردند که خاموشی را اختیار کنیم. ژورنالیستان دیگر میترسند چیزی گویند، گفت یک ژورنالیست. چندین ژورنالیست به کمیته دفاع از خبرنگاران گفتند که بعد حوادث سال 2022 آنها از خودسانسوری بیشتر کار میگیرند، چون که اون حوادث خطای سرخ یعنی روی خط موضوعهای ممنوع برای
پیگیری ژورنالیستان را باز هم نمایان‌تر کرد. یکی از تحلیلگران در این باره گفت پیش سوده‌تر بود همه چیز، چون که خط سرخ مشخص بود. خودداری از بررسی موضوعهای مربوط به پرزیدنت و اویله او و منصبداران بلندپایه دولتی بعد سال 2015 باشد بار اول خودداری از انعکاس خبرهای مربوط به رهبران رانده شده اپوزیسیا. حالا همه چیز غیر قابل پیش بینی شده است. شما می توانید یگان موضوع را بی‌ضرر شمارید، ولی شاید مقامات چنین نشمارند. این حالتهای غیر قابل پیش بینی حالا یک مسئله از همه مشکل‌زا برای ژورنالیستان در تاجیکستان تبدیل یافته است.